اگه واسه زنده موندن نیاز به تنفس مصنوعی هم داشته باشی، من نزدیک لبای تو نمیشم. خیالت راحت رایدر، هیچکی سمت لبای قهوه تریاکی تو نمیشه. رنگ شکلاتی مشتی، چرا تو سر مال میزنی؟ بگیریم بخوابیم بابا، حالمون داره بد میشه. ای بابا، این انکلوفتا چقدر راحت خوابیدن. من تا رو تختم نباشم خوابم نمیبره. رضا ریدم تو قیافه. چی داری میگی رایدر؟ خفه شو گناه خور. خوی شلقوس، چی داری میگی؟ مثل اینکه داره تو خواب حرف میزنه. شانس ما رو ببین، همه الان پیش زیدشون، اما بعد کنار این سگ بخوابیم. رضا چیه رایدر، تو هم بیدار شدی؟ رضا بله. اینو بگی درت بذار. لا اله الا الله. اوی رایدر، مسخره بازیو بذار کنار، بلند میشم چکیت میکنم ها. ای بابا چی میگی نصف شبی بیدارمون کردی؟ این چرت و پرتا چی بود تو خواب میگفتی؟ کی؟ من میگفتم؟ آره، تو خواب حرف میزدی. مرد حسابی، خودت داری میگی تو خواب بوده دیگه، الکی بیدارمون کردی. خدا لعنتت کنه رضا، داشتم خواب میدیدم که دارم از کشور خارج میشم. نه بابا، حالا کدوم کشور داشتی میرفتی؟ هیچ جا بابا، کارت پایان خدمت نداشتم، به مشکل خوردم. آقا من کنار رایدر خوابم نمیبره، یکی جاشو با این عوض کنه. این چیه بی تربیت؟ آقا رو بذار کنار اسمم دهنت عادت کنه. خیلی خوب، پس جای این آقا رو عوض کنید، من بتونم بگیرم راحت بخوابم. اشکال نداره رایدر، تو بیا جا تو با من عوض کن. آقا سریعتر جاتون رو جابجا کنید تا خوابمون نپریده. آخیش دیگه دست اون بوزینه راحت شدم، میتونم بگیرم راحت بخوابم. شاشیدم تو دهنت رضا. یعنی چی؟